من با میگم که من هیچگاه مهاجر نمیگم شما بیسوادین. من چون عضو همون مهاجر هستم. مهاجر یگیتای نازنینن. شما طرفدارای رحمانوف بارها و بارها مهاجر بیسواد هم گفتین، مهاجر کم سواد هم گفتین، کم عقل هم گفتین، فریفته شده را گفتیم، 1000 تهمت در حقش کرده. آیا اثبات کنه بار من از زبانم در حق مهاجر گپ قبیح گفتم؟ من باز هم میگم مهاجرا هست که ما هم شو یک حرکت سیاسی زنده هستیم. ما از انا همون مکتب مهاجر بلند شدگیم. وقتی که تو از نام خدا و پیغمبر گم بزنی در دولت چین امانه که اینقدر آبادی رفته تو سنگ نکن تو. او حق هم دارم گپ زنم. آخه خدا و رسول نگفت از در دولت تینج گپ نزن. اجازت داد از در هر کجا گپ زن میگه. فرمان خدا و رسول هم جنگ و خونریزی نیست. در کجا گرفتی تی گپا؟ بیا خیر بفرمو. مایل بفرمو. بله. وقتی که خودت از نام خدا و رسول گپ میزنی، از نام پیامبر صلی الله علیه و آله گپ میزنی، وقتی که خدا گفت که حق آمد باطل بیکار میشوه، خب آیا همون باطلایی که امروز از خارج ایستاده طرف دولت حکومت تاجیکستان سنگ میزنه شما باطل نیسته؟ اثبات کن. اثبات. من اثبات میکنم. صبر کن. چی مقصد دارید؟ همین حوض چی مقصد دارید؟ نگاه کن. شما درباره مهاجرت گپ میزنید. مهاجرت مهنتی فقط در تاجیکستان مهاجرت نیست، تمام دولت‌های ابرقدرت مهاجرت دارن. آیا اون مهاجرات و فکر شما که برای تاجیکستان قدر ندارن، منظرت ندارن؟ نه خود من با میگم که برای مهاجرات در یه دقیقه صبر کن. من با میگم که من هیچگاه مهاجر نمیگم شما بیسوادین. من چون عضو همون مهاجر هستم. مهاجر یگیتای نازنینن. شما طرفدارای رحمانوف بارها و بارها مهاجر بیسواد هم گفتین، مهاجر کم سواد هم گفتین، کم عقل هم گفتین، فریفته شده را گفتیم، 1000 تهمت در حقش کرده. آیا اثبات کنه بار من از زبانم در حق مهاجر گپ قبیح گفتم؟ من باز هم میگم مهاجرا هست که ما هم شو یک حرکت سیاسی زنده هستیم. ما از انا همون مکتب مهاجر بلند شدگیم و این مکتب میمونه. میفهمی؟ قتل فتنه کردن در بین جامعه از قتل کشتار بدد. آیا این گفته کجا رو نگاه میکنی شما که در بین جامعه فتنه کردید؟ گیجاب کیا کشتیم؟ همون کرا کشتیم ما. نه فتنه کردید شما در بین علی بدکی را ما کشتیم. شما کی را کشتین؟ شما فتنه کردید که کشتن همو بعد ای کارشون داره. چگونه فتنه؟ مثال کنی بگو کدام فتنه؟ یه بار بگو فتنه یعنی چی؟ این فتنه که شما مهاجرای مهنتر میگه که این مهاجرای خیر دولت خیر سویده. نادرست میگم. به گوش کن مرا گوش کن. من نادرست میگم. مهاجرا چرخه دولت میچرخونن. 45-50% که دولت ما پیش میرود چقدر سرمایه داره از حساب مهاجر است. مگر این فتنه است؟ دیگه مسائل میگذاریم. نه یگام مسئله دارم میگذاری. اینجا من گودک نیست مرا فریب بکنی. یگام مسئله نمیره. این مسئله دارم استی. نمیخوای برو بخای. مگر من دروغ میگم که مهاجر 45-50% چرخه حکومت میچرخونه؟ دروغ است؟ مهاجر کیه؟ خلق. تاجیکستان دولت از همین پیشوای ملت سرکاری تا آخر همه برای خلق است. حکومت تاجیکستان برای خلق ساخته شدگی. بحثی ما سری مهاجر بستو توی تنقل نکن. بحثی ما سری مهاجر بود. گیجا تو در وسط این مهاجرای بچرا پیشوای ملت هم میری؟ پیشوای ملت قدی حسن و حسین شدن و پرشه کریر در گشته سعی او را مهاجر نگو تو. بفرمو. میگی تقدیر رو باید بدهید. تقدیر نیکی بدی از جانب خدا باشه. هر کس خدا تقدیرش کردی میتیه. یعنی برای فقط فرزندای همه تقدیرشون خوب بود است و با خماده 2 میلیون تقدیرش بس ای بانی 2 میلیون یک تقدیر یا خوب نمیشه. چه خیلی این شما از دوری سو برای ما سنگ نزنید. من کی برای تو سنگ زدم؟ من از 7 بشرت بذارم. من کاری ندارم برای تو. من تو مجبور نکردم مرا زنگ بزن. من کی تو چیزی گفتم؟ کو بگو. اون چی گفتمت؟ وقتی که تو از نام خدا و پیغمبر گم بزنی در دولت چین امانه که اینقدر آبادی رفته تو سنگ نکن تو. او حق هم دارم گپ زنم. آخه خدا و رسول نگفت از در دولت تینج گپ نزن. اجازت داد از در هر کجا گپ زن میگه. فرمان خدا و رسول هم جنگ و خونریزی نیست. در کجا گرفتی تی گپا؟ تو یه بار گفتی که تروریست مردم از تروریست گپ میزنن. از منبر ملل متحد پیشوای معظم ملت تاجیک
این قدر دولت‌های اسلامی بود یگانش نگفت که تروریست وطن مذهب دین ندارد از دین مبین اسلام علاوه خصوص دین مبین اسلام دیگر شما نسبت نتید کدامی شما پشتیبانی کردتان نیستید چرا پشتیبانی کنیم پشتیبانی از دین اسلام که خودت گفته‌ای خب بعد چی سرور کنیم دولت تاجیکان پیشوای ملت از دین مبین اسلام پشتیبانی کرد از منبر ملل متحد که گفت که تروریست وطن نداره ملت نداره انا تمام انا میگم همین گپت صبر کن اینا میگم برای خودت یک دردی سر است سطر و حجاب فرض الهی است یا که نه درباره سطر زن مسلمان خودش نمایش میکرد زن تاجیک از همون دوره ابرقدرت بودگیش از همون فرهنگ که لباس ملی داشت در سرش رویمال این چی میگه آخه یکم خوب زنگ بزن سوالی مرا جواب ده ها یا کی نه من درباره زنی تاجیک و زنی مومن و مسلمان نمیرم درباره روسری سطر مالی مسلمان است یعنی که فرض است یا که نه ها یا نه بگو بحثی من دیگر است تو ها یا نه بگو در اختر ندارم خاموشش کن این عکس بگذار تو چی میگوی دیوانه هم کردی یک اختر درونده سی هفته هشت کرده عکس بگذار تو ها بگو من اثبات بکنم این حجت رسمی یک حکومت هست که برای عقد نکاح یک نفر وقتی نکاح میکنه از طرف همو چی میگن رایونشون یا که محلشون از طرف همو جماعتشون برای یک نفر میتیه مرا بگذار حالا بیا اول میام کلام کنیم بار کمتر انا جمعه که با سطر و حجاب وارد شدن زنان و دختران با سطر و حجاب خانه عقد نکاح شهر دوشنبه من است یعنی وارد شدن زن با روسری با حجاب یک مادر تاجیک خب حجاب یعنی با خانه عقد نکاح داخل شدن ممنوع حق در آمدن نداری یعنی تو کجا میگوی پیشوای ملت در سازمان ملل تروریست دین و وطن و ملت این چی است شیطان 7 طبقه آسمان درس میداد تعلیم میداد با علم بود دانشمند بود شیطان که رانده گشت با جز یک خطا نکرد خود را نزد سجده آدم رضا نکرد یعنی رانده برای چی شد؟ برای که سرکشی کرد سرکشی از فرمان پروردگار کرد این سرکشی نیست گجاز شما حق و باطل برای من چین میکنین برای من گجا این ایده پیچت گروه 24 نیست که بیارین گناهکار ما را بکنین این پیچتی رسمی همون مرکز جایی که در شهرش هم کدام مرکز ناحیه‌ای که باشه اهمو است انا همو ممنوع کلیسای چیزه